سلام دوستان عزیزم. این ویدیویی که الان دارید میبینید قسمت کوتاهی از فیلمی تحت عنوان الکترونیک قدرت یا سیستم های قدرت. مسئله این است که داخلش اومدم تو 53 دقیقه به تفاوت گرایش های الکترونیک قدرت و سیستم پرداختم. برای اینکه این فیلم رو به صورت کامل ببینید میتونید به کانال یوتیوب و آپارات من مراجعه بکنید که لینک کانال یوتیوب و آپاراتم توی بیو پیج اینستاگرام قرار داره. لطفا روی لینکی که در بیو پیج اینستاگرام هست کلیک کنید، وارد کانال یوتیوب و آپارات من بشید و از آموزش های رایگانی که اونجا براتون گذاشتم استفاده کنید. با دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی من ازم حمایت بکنید. خیلی ممنونم. حالا بریم راجع به این صحبت کنیم که چه استاد راهنمایی اصولاً قویه، چه استاد راهنمایی ضعیفه. نکنید بچه‌ها، یادتونه بهتون گفتم استاد راهنما خیلی مهمه. اگر شما با یک استاد راهنمای بد بگیرید، خلاصه بگم بدبخت میشید. هم انگیزتون از دست میدید، هم ازتون بیگاری میکشه، اصلا از محیط دانشگاه متنفر میشید، اصلا داغون میشید، داغونتون میکنه. ولی واقعا اگه یه استاد راهنمای خیلی خوب داشته باشید، علاوه بر اینکه انگیزه میگیرید که کار بکنید، علاوه بر اینکه ممکنه در آینده مثلا براتون پیشنهادات کاری جور بکنه، لینک های ارتباطی با افراد مثلا مهم براتون ایجاد بکنه، خیلی واقعا میتونه کمکتون بکنه یه استاد راهنمای خوب. و همون قدری که یک استاد راهنمای خوب بچه‌ها میتونه به رشد شما کمک بکنه، یه استاد راهنمای بد میتونه شما رو بدبخت کنه. دارم به همین واضحی میگم. آیا تو دانشگاه‌های تهران و کلا دانشگاه‌های خوب همه اساتید راهنما دیگه عالی‌ان، همه پرفکتن؟ اصلا اینجوری نیست. اصلا اینجوری نیست. تو همه دانشگاه‌ها بچه‌ها اساتید راهنمای مزخرف داریم، اساتید راهنمای عالی داریم، اساتید راهنمای معمولی هم داریم. پس اصلا فکر نکنید دیگه مثلا الان رفتید شریف دیگه مثلا فرش قرمز براتون میندازن همه دیگه مثلا عالی هستن. نه، اصلا اینجوری نیست. تو همون شریفش هم باید بگردی با یه استاد راهنمای خیلی خوب بگیری. تفاوت چیه؟ خب اونجا تعداد استاد راهنما بیشتره. مثلا تو دانشگاه تهران تعداد استاد راهنمای خوب واقعا بیشتره. پس بچه‌ها واقعا خیلی مهمه که استاد راهنمای مناسب انتخاب کنی. حالا یه استاد راهنمای مناسب بچه‌ها چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ بچه‌ها استاد راهنمای خوب حتما باید باسواد باشه. خیلی از استاد راهنما هستن که واضح بهتون میگم هیچی بلد نیستن، معلوم نیست اصلا چجوری هیئت علمی شدن. پس حتما بچه‌ها سوادش باید خوب باشه. نکنید بچه‌ها خوش اخلاق و خوش برخورد باید باشه. واقعا نکنید ما استاد راهنمایی داریم، حالا متاسفانه به دلیل مسائل امنیتی نمیتونم اسم ببرم، وگرنه حتما اسم میبردم. اصلا افتضاحن بچه‌ها تو این زمینه. اصلا علاوه بر این که خیلی بد برخورد میکنن، اصلا دانشجو میترسه ازشون. یعنی من دوستانی دارم که همچین استاد راهنمایی دارن، اصلا میترسه طرف به استاد راهنماش یه ایمیل بزنه، میترسه به طرف به استاد راهنماش یه زنگ بزنه، مثلا بگه مثلا این مشکل برای من پیش اومد یا مثلا من فلان کار رو دارم. انقدر استاد بد برخورد میکنه که یک فاصله زیادی بچه‌ها بین دانشجو با استاد وجود داره. این خیلی بده. نباید از لحاظ احساسی، از لحاظ عاطفی انقدر فاصله بیفته. کنید حالا نمیگم مثل خارج باشه شما استاد راهنماتون رو با اسم کوچیک صدا کنید، مثلا بهش بگید حسن، اما خب اونقدر هم نباید بچه‌ها این فضا یک فضای خشک باشه و یک فضایی باشه که فاصله زیادی بین شما دو تا وجود داره. پس بچه‌ها خیلی دقت کنید. نکنید شما 2 سال الی 2 سال و نیم، حتی شاید 3 سال و حتی شاید تا آخر عمر لازم باشه که با این استاد تعامل داشته باشی، ارتباط وجود داشته باشه. پس این استاد بچه‌ها واقعا باید تعامل پذیریش خوب باشه. بچه‌ها استادتون باید منعطف باشه، منعطف و تعامل پذیر باشه. یعنی اگر احیانا مثلا یه مشکلی براتون به وجود اومد، اون مشکل رو بتونه درک کنه، راه حل بذاره پیش پاتون. نباید بگه الا بالله فلان. حالا بعضی وقتا خیلی خوبه که استاد راهنما حرفش یکی باشه، اما خب منطق واقعا مهمه بچه‌ها. خیلی از استاد راهنما اصلا منطق ندارن، میگن الا بالله باید فلان بشه و اون فلانه یه کار فوق العاده غیر منطقیه، اصلا یه چیزی میخواد که حتی شدنی نباشه، ممکنه شدنی نباشه اصلا. بچه‌ها سختگیری در عین منطقی بودن یعنی چی؟ بچه‌ها فکر نکنید سختگیری بده. سختگیری به اندازش بچه‌ها به رشد و تعالی شما فوق العاده کمک میکنه. اما بچه‌ها یه منطقی باید پشتش باشه. اصلا کار عجیب غریب دیگه نباید ازتون بخواد که اصلا خودش هم نتونه انجام بده. واقعا بعضی استاد راهنما هستن بچه‌ها یه کارایی میخوان خودش بشینه 1 سال مثلا وقت بذاره رو نمیتونه انجامش بده. من بهتون قول میدم آدمای اینجوری داریم. حتما بچه‌ها تو اون رفتارهای اولی که با استاد راهنماتون میگیری، تو اون تعامل‌های اول
اگر مثلا همچین چیزایی دیدید سعی کنید از اون استاد فاصله بگیرید. بچه استاد یک استاد خوشنام باشه توی سند، واقعا خیلی هستن شما اسمشون رو میگین همه میشناسنشون تو شرکت های معروف ها. از من میپرسن استادت که میگم فلانی، میگه آها خب ما اینو که میشناسیم. و واقعا بچه همین جوری میتونه موقعیت کاری به همین راحتی براتون پیش بیاد. من دوست داشتم مثال عرض میکنم، خانم دکتر نصیری تو دانشگاه شریف، ایشون استاد راهنماشون بودن و تو شرکت کروز ایشون رزومه فرستاد و وقتی که حالا تو اون تماس تلفنی که برقرار شد ازش پرسیدن استاد راهنمات کیه، گفت خانم نصیری. گفتن خب اوکی ما که اینو میشناسیمش. یعنی میخوام بگم که استاد راهنمایی که خوشنام باشه واقعا میتونه تو خیلی زمینه‌ها بچه کمک کنه بهتون. بچه کمک در راستای مقاله دادن. حالا اگر شما مثلا دوست دارید که مقاله بدید، حالا با هر هدفی، راجع به هدف مقاله دادن نمیخوام اینجا صحبت کنم، به هر دلیلی شما دوست دارید مقاله بدید بچه‌ها، اون استاد راهنما واقعا بتونه کمکتون کنه. یعنی من حتی آدمایی میشناسم که طرف مقالهشو صفر تا صد خودش انجام داده، استاد هیچ کمکش که نکرده به کنار، الان مقاله رو براش فرستاده گفته یه ادیت برای من انجام بده، اون ادیت رو هنوز مثلا 2 ماه طول کشیده، 3 ماه طول کشیده یه ادیت ساده انجام داده رو مقاله. میخوام بگم همچین آدمایی هم وجود دارن. حتما بچه‌ها تحقیق کنید راجع به این مسائل قبل از اینکه با استاد راهنما بگیرید، با دانشجوهای قبلی اون استاد برید ارتباط بگیرید، برید این سوالا رو همه رو بپرسید ازشون. واقعا بچه‌ها اگه گیر یه استاد راهنمای بد بیافتید دوره ارشد براتون زهرمار میکنه. حتما به این مسائل خیلی دقت بکنید. بحث بعدی بچه‌ها گروه آموزشی قوی یعنی چی؟ یعنی اون استاد راهنمای بقیه دانشجوهای ارشدش و دانشجوهای دکتراش بچه‌ها قوی باشن. خب چون خیلی وقتا استادها بچه شما رو میذارن پشت سر یه نفر دیگه، یعنی شما قراره ادامه کار یکی دیگه رو انجام بدید. خب اگر اونها خوب کار کرده باشن، آدمای باسوادی باشن و مهمتر از همه اینکه آدمای خوبی باشن، میتونن خیلی راحت بچه به شما کمک بکنن، سوالاتتون رو برطرف بکنن، ابهاماتتون رو برطرف بکنن. پس بچه گروه آموزشی قوی یعنی که اون استاد دانشجوهای دکترا و دانشجوهای ارشد خوبی داشته باشه، فوق العاده میتونه تو این زمینه به شما کمک بکنه. بچه خود استاد حالا اگر به نرم افزار و به کدنویسی هم مسلط باشه خب خیلی بهتره، میتونه ابهامات احتمالی شما رو برطرف کنه. خیلی از اساتید هستن که اصلا هیچی تو این زمینه صفرن، اینجوری بهتون بگم. بچه بحث بعدی اینه که مسلط باشه به موضوعات تحقیقاتی روز، موضوعاتی که خیلی داغن تا بتونه تزای خوب برای شما تعریف کنه، حالا اگر شما خودتون ایده نداشتیم. و نکته خیلی مهم بچه منظم و در دسترس باشه. شما موقعی که بهش احتیاج دارین در دسترس باشه. معمولا بچه استاد راهنمایی که حالا پست‌های خیلی مهم مدیریتی دارن، مثلا رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده‌ن، یا مثلا حالا پست‌های خیلی مهم دارن، بچه اصلا اینا رو نمیتونید ببینید. انقدر طرف سر شلوغی که اصلا نمیتونه تو رو ببینه. و حتی بچه‌ها تو مواردی وجود داره که طرف یادش میره که شما دانشجوش هستی، یعنی میری پیشش میگی مثلا باهاش صحبت میکنی، بعد تازه وسطش میگه مگه تو دانشجوی منی، در این حد مثلا. پس بچه‌ها حتما دقت کنید که اون استادتون حتما در دسترس باشه، در مواقعی که شما بهش نیاز دارید بتونه کمکتون بکنه. بریم سراغ سوال بعدی، بحث در رابطه با بازار کار و اپلای. بچه‌ها